روز 5 می افسران پلیس شهر پولخمری افغانستان در دوام چند ساعت قرارگاهشان را از طالبان سلاح به دست حمایت کردند. منصبداران افغان میگویند در آغاز بمبگذار مرگطلب ماشین سرشار از مواد ترکنده را در نزد قرارگاه پلیس منفجر نموده کمش 13 کس را به هلاکت رساند. سپس 8 طالب سلاح به دست به طرف قرارگاه آتش گشودند. تعمیر نوکری والی قماندانی بودم که همون طرف قراول میرفتم که انفجار شد. بازگشت کردم در اجرای مسئول اونجا پنهان شدیم. کمک وضعیت که خوب شد از کلکین خود بیرون انداخته بیرون. جنبش طالبان که جانبدار شریعت اسلامی و بیرون شدن سربازان خارجی از افغانستان می باشد، مسئولیت حمله به قرارگاه را بر دوش گرفته است. خبرنگار ریترز می نویسد چند دفعه طالبان ماشین های زره پوش هممر استحصال ایالات متحده آمریکا را با مواد ترکنده پر کرده این وسیله های نقلیاتی را برای ویران نمودن مانع های نظامی استفاده می برند.